این تصویر یا منظره از نواری است که مقامات ازبکستان برای به اساس و دروغ خواندن تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی نشر کرده است. نواری نامنظم را شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری آماده کرده است. با این نوار شرکت می خواهد اثبات کند که فراغتگاه مخفی کوهی در اصل موضع استراحتی کارمندان این شرکت است، نه بستان سرای پرزیدنت. 2 ماه قبل در یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی با دلیل‌های زیاد آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی در این کشور به پرزیدنت میرزیایو تعلق دارد. قبلا فعال سیاسی الکسی گرشین با نماینده این شرکت دولتی درباره طرح ساختمان مذکور صحبت کرده بود. انشاءات مطابق یک سند مخفی ساخته شده است. نواری تهیه کرده شرکت ازبکستان تمیر یولری پس از یک روز نشر تحقیقات رادیوی آزادی چاپ شد. در نوار دیده می شود که استراحت کنندگان گویا راحت از تمام شرایط‌های فراهم شده در مکان فراغتی موسوم به شاواسای شرکت راه آهن استفاده می برند. اما با دقت به نوار نگرید، تصویر و حالت‌های زیاد شبهه‌ناک را می توان دید. ساخت بناهای مذکور ارزان و فرسوده به نظر می رسند. خوش آمدید به آسایشگاه نظربیک که به راه آهن ازبکستان تعلق دارد. این فراغتگاه در یک منطقه زیبای ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند واقع است. Toshkent shahar Zangiota tumanining so'lim go'shalardan bo'lmish Nazarbek hududida joylashgan. حالا این نوار را با نواری ثبت کرده شرکت راه آهن که یکی از 6 بنای استراحتی قبلا افشا شده را تبلیغ می کند مقایسه کنید. منبع‌های رادیوی آزادی خبر دادند که نوار از شاواسای در نزد پاسگاه در کنار قرارگاه پرزیدنت و 1.5 کیلومتر دورتر از بناهای اساسی بوستانسرا ثبت شده است. یک عکس به احتمال زیاد از یک گوشه این بنا گرفته شده است. از طرف راست چند بنا و یک کپرک آدمگذر و از بین آن راه اساسی می گذرد. و این موضع از تصویر ماهواره‌ای می نگریم که آن هم پل و بناها و هم راه را نشان می دهد. فعال سیاسی الکسی گرشین به شرکت ازبکستان تمیر یولری زنگ زده خود را یکی از خواهشمندان استراحت در این آسایشگاه کارخانه معرفی می کند. حاجیکند؟ بله. آمانخانه؟ بله این هم هست. شاواسای؟ من اینش رو نمیدونم. کی میداند؟ نمیدونم. یعنی شما همه دیگر استراحتگاه ها را میدانید و شاواسای را نه؟ نه نمیدونم. یگان بار در این باره چیزی نشنیده اید؟ نه بار اول از شما شنیدم. 2 منبع نزدیک به شرکت راه آهن ازبکستان گفتند ثبت و تهیه نوار هنوز از 18-19 فوریه بعد آن شروع شد که خبرنگاران برای دریافت تفصیلات درباره بوستانسرا به نماینده کارخانه مذکور مراجعت کردند. گفته می شود که قسم زیادی نوارهای دیگر روز 24 فوریه، یک روز بعد از نشر تحقیقات رادیوی آزادی، ثبت و خود همان روز نشر شده است. نوار مذکور مخصوص در واکنش به تحقیقات رادیوی آزادی تهیه شده، هدفش رد کردن دلیل‌های افشا شده این تحقیقات بود. اما شرکت راه آهن ازبکستان در این مواد ویدیویی خود به چند سؤال کلیدی پاسخ نگفته است. از جمله در این نوار گفته نشده است که چرا پس از این در این منطقه پرواز هواپیماها منع است.